بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر همه حضار ارجمند. حالا فایل پاورپوینتش هم اگه بود خیلی بهتر به ما کمک میکرد که تقدیم دوستان شده بود. واقعیت قضیه اینه در توزیع منطقه اعتبارات و تسهیلات به هر حال دو روش عمده وجود داره. یه روش اینه که در واقع تسهیلات بیشتر در اختیار مناطق محروم قرار بگیره و کمتر برخوردار، و یه دیدگاه دیگه این هست که تسهیلات در اختیار مناطق قرار بگیره که کارایی بیشتری درش وجود داره و از پول به نحو بهتری استفاده میشه. هدف ما از این تحلیل اینه که نشون بدیم در واقع از هر کدوم از این دو دکترین که ما نسبت تخصیص اعتبارات منطقه‌ای به استان اصفهان رو مقایسه که می‌کنیم، متاسفانه تخصیص اعتبارات به استان اصفهان خیلی عادلانه نیست. اینجا حالا دوستان به تفصیل بیشتر توضیح خواهند داد. ملاحظه می‌فرمایید که متاسفانه اصفهان به نسبت استان‌های همسایه، حتی به نسبت پایتخت، شکاف قابل توجهی داره و این نشون میده که متاسفانه به لحاظ پولی ما گرفتار نوعی بی‌عدالتی شدیم که حالا انشالله امروز به تفصیل دوستان پیگیری خواهند کرد. وضعیت استان‌های همسایه رو ملاحظه می‌فرمایید در نسبت تسهیلات به منابع که خب این نشون دهنده اینه که در واقع منابع پولی از استان خارج میشه. آن چیزی که ملاحظه می‌فرمایید نسبت تسهیلات پولی به سپرده‌های بانکی است. یعنی آن چیزی که در اصفهان تجمیع میشه در سایر استان‌ها به صورت تسهیلات پرداخت میشه. این جدای از متغیرهای مالی دولت هست. ما یه چیزی اولوش 73 همت مالیات پرداخت میکنیم بر اساس آمار تحقق یافته در واقع وزارت اقتصاد و سازمان برنامه که 7.2 همت بودجه دریافت کردیم در سال 1403. یعنی 90% از آن چیزی که ما به دولت در قالب مالیات و امثال این پرداخت میکنیم صرفاً به ما تخصیص پیدا میکنه و 90% از استان خارج میشه. اون جدا از این متغیرهای پولی هست. اینجا باز مجددا ما میتونیم این نسبت تسهیلات به سپرده‌ها رو بعد از کسر سپرده‌های قانونی که اونم یه عددی بین 10 تا 13%، حالا خودشون تشریف میارن توضیح میدن، بخشنامه‌های بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی یه چیزی بین 10 تا 13% هست که حالا تا یه حدودی هم قابلیت اجرای پذیری اگه داشته باشه 13% اعمال میکنن. اصفهان متاسفانه در بین حتی استان‌های همتراز، یه وقت هست ما با استان‌های محروم مقایسه میکنیم، خب ایرادی نداره. استان همسایه چهارمحال بختیاری 120% آن چیزی که درش سپرده گذاری شده تسهیلات تونسته دریافت بکنه، ولی دیگه در قیاس با آذربایجان شرقی و تهران پایتخت انتظار میره که اصفهان وضعیت مناسب. اینجا نمودار سری زمانی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها رو ملاحظه میکنید. در 3 سال اخیر که به صورت ماهانه است، اصفهان اون قرمز رنگ است که متاسفانه نشون دهنده نوعی تبعیض معنادار هست بین اصفهان. یزد مثلا اون آبی رنگه هست، تهران سرمه‌ای رنگه است و بنفشه هم که نشون دهنده آذربایجان شرقیه. روند رو اگه نگاه بکنیم اصلا روند سایر استان‌ها سعودی است و روند اصفهان یه روند مونوتون و یک نواختی رو داره. خب این طبیعتاً تأثیری که میذاره اینه که سرمایه گذاری در استان علی‌رغم همه تلاشایی که خب الحق و الانصاف خود بنده شاهد هستم، چه مسئولین دولتی ما چه مسئولین ما در بخش خصوصی الحق و الانصاف دارن زحمت میکشن. من به اینه دارم میبینم. خب وقتی پول توی شهری اجازه ورودش پیدا نشه و سیاست‌ها از ابعاد ملی مشکل داشته باشه و تبعیض‌آمیز باشه، خب دیگه حالا هزاری هم مدیران ما عزیزان ما زحمت بکشن، خب نمیشه دیگه. یعنی چون گردش مالی در این شهر متاسفانه حداقلی شده است
بنابراین سرمایه در گردش کند میشه، مشکلات نقدینگی به وجود میاد برای واحدهای تولیدی و طرحهای توسعه مشکل پیدا میکنن، کارخانجات امکان احداث طرحهای توسعهشون رو از دست میدن. بنابراین ما چه با نگاه برابری فرصت‌ها به قضیه نگاه بکنیم، با یه استانی مثل استان یزد شرایطمون متاسفانه شرایط عادلانه نیست و چه با نگاه کارایی به قضیه نگاه بکنیم متاسفانه تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی در قیاس با استان‌هایی که از پول کارایی کمتری وجود داره متاسفانه اصفهان مظلوم و محروم واقع شده و حالا انشالله به تفصیل عزیزانمون پیگیری خواهند کرد. مالیات ها رو ملاحظه می‌فرمایید. حالا من عددهای به روزش عرض کردم خدمتتون که این آمار مربوط به 1401 است. در 1403 ما هولوش 73 همت مالیات پرداخت کردیم، ولی عزیزانمون تو دستگاه دولتی استان 7.2 همت فقط اعتبارات در قالب اعتبارات مصارف هزینه‌ای و اعتبارات مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت کردن که این واقعا باید نمیدونم عین بی‌عدالتی است به نوعی. و اصفهان ملاحظه می‌فرمایید دومین مالیات کشور رو داره پرداخت میکنه. این آمار در 1403 هم حالا فرصت نبود ما این آپدیت بکنیم، در 1403 هم همین وضعیت هست. به تفکیک تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای میتونید ملاحظه بفرمایید در اعتبارات هزینه‌ای ما رتبه 4 رو داریم و در مجموع متاسفانه اصفهان رتبه 2 رو داره. یعنی ما در پرداخت وجوهات به دولت رتبه 2 رو داریم، در دریافت اعتبارات فقط 10% اون رو دریافت میکنیم و نسبت تسهیلات به منابعی هم که در استان تجهیز میشه و تجمیع میشه، مصارفی که دریافت میکنیم مصارف بانکی متاسفانه اونم 74% که نشون میده 26% از سپردهایی که در استان تأمین و تجهیز شده متاسفانه در سایر استانها عرض کنم که تخصیص پیدا میکنه. بنابراین اگه بخوایم در این نمودار خلاصه بکنیم آن چیزی که خدمتتون عرض شد، با توجه به ضیق وقت، بنا به اون ناعدالتی که در سطح ملی وجود داره و در حوزه هم سیاست گذاری مالی، یعنی ما به اون نسبتی که مالیات میدهیم متاسفانه از وجوه مالی دولت برخوردار نمیشویم. تنها 10% مالیات به استان برمیگرده و در بخش پولی به دلیل اینکه سیاست‌های پولی متاسفانه سیاست‌های مناسبی نیستن، نه تنها مناسب نیستن، صرفاً 74% از سپردهایی که در استان ما تجهیز میشه و تجمیع میشه به استان برمیگرده. علاوه بر اینکه این دوتا عادلانه نیستن، سازگار هم نیستن. مستحضرید که سازگاری سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی لازمه پایداری اقتصاد و رشد اقتصادی که متاسفانه این هم در استان اصفهان نیست و این علی‌رغم تلاشی که همه عزیزانمون در استان به خرج میدن، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، متاسفانه ریشه ملی داره آقای رئیس و این جا داره که حالا به یه نحوی که به هر حال در ادامه خلاصه از آن چیزی که خدمتتون عرض شد رو ملاحظه می‌فرمایید. رتبه آخر دریافت اعتبارات هزینه‌ای رو داریم، رتبه یکی مونده با آخر دریافت اعتبارات هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رو داریم. حالا آقای دکتر قاسمی بهتر از بنده اینا رو اشراف دارن، آقای دکتر خسروی و بهتر خدمت عزیزان میتونن توضیح بدن. شاید عرض کنم که حالا این وضعیت چه پیامدی برای استان داره. اینکه در درجه اول باعث کاهش سرمایه گذاری می شود، یعنی سرمایه گذاری بدون تأمین مالی اساساً امکان تحقق نداره و وقتی این وضعیت ترنوور استان باشه، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ پولی، نتیجهش در درجه اول میشه کاهش سرمایه گذاری، در وهله دوم میشه مشکلات نقدینگی، سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاهش پیدا میکنه و در نتیجه چک‌های برگشتی میره بالا و افزایش بیکاری و کاهش رقابت پذیری. با توجه به ضیق وقت اجازه بفرمایید ما تو جلسات استانی بیشتر تو خودمون بحث کنیم. انشالله من در خدمت همه دوستان هستم. تشکر.